نیروهای امنیتی عراق دفتر نمایندگی بانک مرکزی در موصل و یک قرارگاه جنگیان گروه دولت اسلامی را که از جانب آنها همچون دادگاه عدلیه استفاده میشد زیر نظارت خود درآوردند. این دادگاه با حکم‌های سنگین و بی‌رحمانه‌اش از جمله سنگ‌اندازی از بالای بام پرتافتن و یا بریدن دست محکوم شده معروف بود. نمایندگی بانک در موصل هنوز سال 2014 از جانب جنگیان این گروه رد شده بود. سخنگوی ارتش عراق پالکونیک عبدالامیر المحمدوی روزی 7 مارس گفت که این دو ساختمان در خیابانی مربوط به اداره‌های دولتی جایگیر بود و شب 6 به 7 مارس در یک عملیات نیروهای ویژه عراقی به دست نیروهای حکومتی گذشت. این رید تخمیناً یک ساعت ادامه کرد. در جریان عملیات تخمیناً 10 جنگی گروه دولت اسلامی کشته شد. به اطلاع محمدوی آثارخانه مرکزی موصل که محل عکس و فیلمسازی جنگیان بود و اشیاءهای قدیمه‌اش هدف غارت آنها قرار گرفت دوباره به دست نیروهای دولتی گذشت. چون این پیشرفت در عملیات به نیروهای دولتی عراق امکان می‌دهد که ریدهای ضد جنگیان را در قسمت قدیمی شهر هم پیش برند. شهر قدیمی عراق در کرانه‌های غربی رودخانه تکرید جایگیر است. غربی موصل که عملیات امنیتی آنجا هنوز ماه گذشته شروع شده بود، محلی زیست تخمیناً 750,000 نفر است. نظامیان عراقی گفتند که نیروهای آنها حالا قسمت غربی پل دوم بالای تکرید را نظارت میکنند. در پی عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در موصل سال گذشته 5 پل بالای دریا نابود شد و جنگیان را در انزوا قرار داد. نیروهای عراقی که از جانب ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میشوند، قسمت شرقی شهر را بعد از 100 روز عملیات هنوز ماه ینور به دست آورده بودند.